بچه‌ها به پیج پوریا وید خوش اومدید. اما تو امروز یه سری ویدیوهای unaccepted یعنی چطور؟ آماده کردم. یعنی مثلا تو فکر نمی‌کنی که بعدش قرار باشه یه همچین اتفاقی بیفته. حالا البته شاید بعضیشو بتونی، بعضی وقتاشو بتونی، بعضیاشو بتونی پیش بینی کنی که یه همچین اتفاقی قراره بیفته. ولی بعدش مثلا یه فیلمیه. اولش یه جور شروع میشه، بعدش یه جور دیگه شروع میشه، یا وسط یه اتفاق. نه مثلا تو میگی خب الان مثلا این اتفاق میفته. خب ولی اون اتفاق نمیفته که تو پیش بینی کرده بودی. یه چیز دیگه اتفاق میفته. حالا بریم نگاه کنیم. من سعی کردم که کمدی و طنز و باحال باشه که اگرم خندیدی ببین ما اینجا دو تا شناخته. دیگه مجازات نه که سرت نخند که دیگه نیست. آنکسپتبل. خب چه ربطی؟ خب باشه. میریم میبینیم حالا نهایتاً روح يا نسيم الأرض سلم لي ما يريدوا حبها هم قديمي روح يا نسيم الأرض سیاسی پیزه ما چند ساعت جدید من فکر کردم این چیزه مثلا الان این چیزه. خب عکس مثلا فیلم آره زنم آره مثلا مقاله قدیمیه ولی خودش نه. فکر می‌کردم فیلم جدیدی باشه. حالا من دیده بودنش ولی خب مثلا این گربه من توش نبود. ولی خب خود فیلم اصلیش دیده بودم. بله خب بعدی. بله. يلا يلا باید پس کردنی؟ این به گوز من بود. چی می‌کردی؟ ها وقتی توی یه ارتفاعی هستن احتمالی که بیفتن زیاده. حالا سومی قرار نیست که یهو بیفتن تو آب مثلا چه میدونم پرواز بکنن. شب میتونن پرواز کنن اون موقع میشد unaccepted میشد. sen düşende bu galata چه ایشوز داره؟ این خواب داره میبینه که این گوشی هم دست شد. خب دیگه مثلا دیدی مثلا تو رانندگی میخوای بکنی یه جایی هست پاتو میگیری رو ترمز این مثلا میخواسته شوت بزنه. ای با چی شده بود صندلی رو؟ رقص صندلی رقص صندلی بچه از این بعد تو عروسی دیگه مچ میشه رقص صندلی. چه قشنگه باش راه میره دیگه حالا چی میدونم والا نظر در موردی نداره. یادگاری با بب تو چه داره با چوب میزنه بهش؟ اوه ریدم خوش بب رو هیچ کاری نکرده. خوبی ساله میگی دوال میگی اینا صدای قرشون خیلی زیاده. آره من توی خیلی صدای قرش زیاده. الان تو فیلم جوری جلود باشه ما بدتر از این تخمون خب می‌ریزمش تو دیوار خب نمیشکنه. امکان نداره. شرطی بندی؟ شرط بنده. It's the deal bro. ببینم چیکار می‌کنی. چرا؟ میشکست دیگه. واقعا میشکست. بگو ای بخور تو لیوانی میشکنه. چه زد تو سرش؟ خب زد تو سرش شکست. اگه میخورد تو لیوان رو نمیشکست. اگه زد تو سرش شکست. من نفهمیدم چرا چه سوالی بچه اگه فهمیدین شما تو کامنت بگین منظورش چی بود. منظورش من نفهمیدم. بریم کلیپ بعد. شیطنتای آقا حسین. چرا؟ این چیکار کرد؟ ولی نه این ساختگی این از حرکات مشتی معلوم ساختگی. نگاه کن هیچ نگاه کنه ساختگی خیلی ساختگی. نه مثلا هیچ طرف که بایسته دوربین دستش تو نمیگن این کیه چه روش حساب دوربین دستش یه لکی بود. نه بچه جالب نبود. خب احمقانه بود که خود مریم صد انداخت رو سر خودش. خب نه این مثلا رو بر رد کنه خب قشنگ معلوم اصلا همین خسته به حوصله نداره. یادش که میگه بابا جون بغل بوز آی نعمت خدا آی نعمت مثلا دخترمه. بچه وای نسو رفت فقط انگو داشت فقط میرفت. یا خدا جرشونه سپوزی چه شاش بس تو پیش بینی می‌کردی الان دعوا کنم و جر کنم ولی نشد. اوه عربا
سگه؟ فکرم گرگه. اون سگه ژرمن هم هست. اوه چه میترسه؟ این منم که نه این مرساه. سگ ترس نداره. من نمیدونم چرا برو این سگو نگاه کن چقدر ترسناکی وحشتناکه. اما ژرمنه. ژرمن کجاش ترسه؟ کلا هر نوع سگی بخیر این سگ گوگولی ناز و خوشگلن اینا تازه مدامانی که گاز نگیرن و خیلی هم خوشگلن. ما هم دوستشون داریم. دوست داشتنی هستن. بله. اما ژرمنای ترسناکان نه دیگه اینا بس. ژرمن همشون رنگشون تیره. ها همینا. اصلا هر چیزی رنگشون قهوه مشکی قهوه‌ای یا حالا کرم قهوه‌ای کرم مشکی تم مشکی تو همشون هست. میترسن. بعدی خیلی قیافش سگا میدونسته باوشن سگوی دنیا هستن. الان داره میخنده دیگه. بهش میگن سگوی گلدن. خیلی باهوشن بیش از حد. یکی سگا بس بگیری خودشون میان دستشویی میکنن. خیلی میفهمن چی میگن آدما. یعنی مثلا بهش حرف میزنن قشنگ میفهمن. دستشویی به عشق دوستایی که میگفتن بابا چاقه چرا ورزش نمیکنه. کاکو تو ورزش نکنی ورزش نکنه سالم‌تر میمونه. زندگی سالم‌تری داره تو بخواد خوب ببین الان چقدرم توپله خب ورزش نمی‌کنی که دیگه توپله من میخوام ورزش کنم خراب میشه. اون وقت میگه اون وقت پیش خودت میگی چرا به من میگن ورزش خب بیا اینم ورزش میگم دوشم داری؟ آره اشکم دوشت دارم. چی بیان خنک میگم خیر از شیر ظرفشویش دوشم داری یا نه؟ خنک خورد تو ذوقش. نه بیشتر سر کن نخندی باید باشه. چه فندک؟ ای با فهمی چی تو شد؟ تو نگاه کنی چطور شد؟ من فهمیدم فندک به جای ترقو کرتوی. خب؟ ترقو دستش بود فرار کرد. خدا من نفهمیدم اینو. من گفتم چرا نمیفهمم چی؟ منم بیارمش برای پوریا من نفهمه. بریم کلیپ بعدی. من داشتم صحنه احساسی پدر رو ساعت که یان میال میخور زمین. نمیدونم برم کمک میدی تو دیش. باشه معلومه. بچه رو که تو بغلش دیگه. حالا پشت میافته. باشه معلوم. پیش بینی شده بود بس این. خب معلوم مرد به چوب کفش بچه‌م شده در اومد. بریم کلیپ بعدی. زیاد هول نکنه یه دور دیگه میزنه. صدا نداره. داره. ای با چرا افتاد توی؟ بلندم نمیشه یکی یه دور دیگه میزد میومد دیگه چه اشکالی داشت. همون میگه چه چمدونش قشنگه صورتی. اصلا خاموشش کردن دیگه رو حرکت نکردی آخرش. شنو چقدر مشتی ماس شلول بود. میخوام بگم ماس شروع چقدر شلول بود. مردی خیلی ماسش بود. دیدی چی شد؟ اوه چه قشنگ صدا آدم بود. یه میشناستاد شاگه اونو هر سری هم کارو شاید خیلی خوب بود خدا وکیلی. اینگاه گربه بچه گربه بدبخت گوشنه. حالا اینگه میخواست مالی رو بخوره. چون بعضی ها جوری هم. خب ببین بعضی ها روی چیزی که خیلی حساسن اصلا یه تیکش هم مالی رو بخوره. نه خب تموم میشه. من الان کاکاو هم دلم نمیخواد کسی بخوره. واقعا هیچ وقت دلم نمیخواد خدا رو شکر من بخوره. دوباره ای در اومد. خدا رو شکر همه سرم پول نشه ما بریم برای خود میپادی بگیر. خدا رو شکر من چیز شکلات دوست ندارم که بخوام مال تو رو بخورم. شکر واقعا خدا رو شکر. میشه دانش منظورش بوده. میگم اینا سایکو نخندی. سایکو نخندی هم میشه. من میگفتم اگه مجازاتی برای تو تعیین بکنم. ولی نه. ولی نکردم. حالا برای دفعه دیگه. به به چه خانومی. بپر بالا. دیونه. یا بلفر. تو تونستی پیش بینیش کنی. مهم این بود. فکر می‌کردم چه اتفاقی میفته. یه حرفی میزنه. دیگه وقتی گفت حالا میپره بالا. همچین فکر می‌کردی؟ گفتم الان میگی دیونه. کی گفت؟ تو فیلمو نگفتم الان میگی دیونه.
گفت آورپز اوکی وقتی داشت با دختر صحبت میکرد که نگفت دقیقاً بلافاصله حرفش تموم شد من حرف زدم. حالا فیلم من بچه ببینید که درستم. چرا فیلم ها تموم شد چطور بود آقای روزبخشیان از این بیشتر سعی کن نخندی بود وقت 99 ازش معلوم بود چه اتفاقی نمیتونستی بکنی الکی خب شبیه فیلم هزار تاش تو اینستاگرام هست فقط همین تموم شد. بچه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اگه سبک فیلم چیزی میدونید یعنی دوست دارین براتون پر بکنیم بهش ریاکت بریم حتما تو کامنت ها برامون بنویسین و اینکه تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار.